محمد سيد طابت مناقبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دوستان عزیز، ما در مورد مطالعه کردن و مهم بودن سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بحث کردیم. حالا بخش اول خود را در مورد سیرت آغاز می کنیم. معمولا سیرت نویسان و علمای سیرت که در مورد زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم نوشته کرده اند، از تولد رسول الله صلی الله علیه و سلم آغاز نکرده اند، بلکه یک چند هزار سال قبل از تولد رسول الله صلی الله علیه و سلم را مورد بحث قرار داده اند و آنها در مورد ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام صحبت کرده اند. تأکیدشان بیشتر در مورد داستان هاجره و اسماعیل علیه السلام بوده است نسبت به سارا و اسحاق علیه السلام. آنها از داستان ابراهیم علیه السلام، سارا و هاجره شروع کرده اند. وقتی که ابراهیم علیه السلام به طرف حجاز همراه با خانم خود هاجره و اسماعیل علیه السلام به طرف سرزمین بدون آب حرکت کردند و آنها یعنی خانم و پسر خود را در مکه مقیم ساخت، در وقتی که هیچ چیزی در آنجا نبود و هیچ کسی در آنجا زندگی نمی کرد و یک سرزمین بدون آب بود، یعنی به یک سرزمین مرده شهرت داشت، در جایی که خانه کعبه است. وقتی که زمین خلق شد یک راز می باشد، به خاطر که نظریات مختلف وجود دارد که اولین کسی که خانه کعبه را اعمار کرده است کی می باشد. اکثریت علما می گویند که اولین شخص ابراهیم علیه السلام بوده که خانه کعبه را بنا کرده است، ولی بعضی از علما می گوید که برای نخست آدم علیه السلام کعبه را بنا کرده بود. ابراهیم علیه السلام خانمش هاجره و پسرش اسماعیل علیه السلام را به مکه رسانید و ابراهیم علیه السلام خانم و پسر خود را در قسمتی که آلا زمزم است همراه کمی آب و خرما گذاشت و خودش برگشت. در وقت برگشتن هاجره خانمش با خود اندیشید که ابراهیم علیه السلام می رود و آنها را رها می کند که در این سرزمین خشک برایش طاقت فرسا بود. در بین دشت بی‌آب و نان بناهن از جای خود بلند شد و به تعقیب ابراهیم علیه السلام حرکت کرد و برایش گفت: ای ابراهیم، آیا ما را در اینجا که نه آب و گیاه است رها کرده می روید؟ ابراهیم علیه السلام جوابش را نداد. هاجره دوباره پرسان کرد. باز ابراهیم علیه السلام جوابش را نداد. به بار سوم تکرار کرد. باز هم جواب دریافت نکرد. هاجره به ابراهیم علیه السلام گفت: الله امرک بهذا؟ آیا الله متعال برایت امر کرده که چنین کنی؟ ابراهیم علیه السلام فرمود: بله. هاجره دوباره برگشت در حالی که با خود این کلمات را تکرار می کرد: پس الله متعال ما را ضایع نمی کند. اگر این امر از جانب الله متعال است، پس الله متعال ما را ضایع نمی کند
و از ما حفاظت می کند. شما نظر بیاندازید به ایمان این خانم نیکوکار. در بین دشت خشک استاده است و می گوید اگر امر الله متعال است پس من اعتراض ندارم، به خاطر که الله متعال ما را ضایع نمی کند. ابراهیم علیه السلام حرکت کرد و به جای رسید که دیگر چشمهایشان او را نمی دیدند. استاد شد و روی خود را به طرف خانه کعبه دور داد و این دعا را خواند: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. پروردگارا، من برخی از ذریه و فرزندان خود را به وادی بیکشت و زرع نزد بیت الحرام تو مسکن داده ام. پروردگارا، تا نماز را به پا دارند، پس تو دلهای از مردمان را به سوی آنها مائل بگردان و به انواع ثمرات آنها را روزی ده، باشد که شکر تو را بجا آرند. ابراهیم علیه السلام دعای زیبایی می کند که ضروریت یک انسان را احاطه می کند. یعنی یک انسان به چی چیزهای ضرورت دارد؟ اول چیزهای مادی که عبارت از فعالیت و یا کاروبار می باشد. دوم ضرورت روانشناسی. سوم ضرورت به جامعه یعنی جامعه شناسی. و چهارم به چیزهای معنوی یعنی معنویات. در قدم نخست برای انسان ضرورت اولیه اش را می خواهد که عبارت از ضرورت مادی است، مانند غذا، مسکن. بعد از آن متوجه جامعه می شود که دوست داشته باشد و اشخاص کنارش باشد، اقارب و خویشاوندان داشته باشد که اینها تماما ضرورتهای جامعه هستند. بعد از آن ضرورت به چیزهای معنوی پیدا می شود. یعنی وقتی ضرورتهای مادی و اجتماعی رفع شود، نظر به دین اسلام شما ضرورت به دین و یا معنویات دارید. اگر شما در دعای ابراهیم علیه السلام متوجه شوید، اولین چیزی که خواستند غذا و یا مسکن نبود. اولین چیزی که خواستند فرمودند ربنا لیقیم الصلاة. با وجودی که این مشکل نداشت که اول ابراهیم علیه السلام غذا میخواست، چرا که فامیلش ضرورت داشتند به خاطر زنده ماندن. مگر ابراهیم علیه السلام دعای خود را آغاز می کند و می فرماید ربنا لیقیم الصلاة، پروردگارا تا نماز را به پا دارند. یعنی اولین چیزی را که خواست ضرورت معنوی را خواسته است. و بعد از آن می گوید پس تو دلهای از مردمان را به سوی آنها مایل گردان، یعنی ضرورت اجتماعی را خواستار شده است. و بالاخره می گوید ورزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، و به انواع ثمرات آنها را روزی ده، باشد که شکر تو را بجا آرند. بناهن ابراهیم علیه السلام خواست خود را از ضرورتهای معنوی آغاز کرده، ضرورت اجتماعی و ضرورت مادی. وقتی که ضرورت مادی را هم خواسته، مستقیما امر با عبادت ارتباط داده است و گفته است لعلهم یشکرون، برایشان غذا بده تا شکر تو را بجا آرند.
و این یک حقیقت است که الله متعال همه چیز را برایت مهیا می سازد. وقتی شما می خورید، می نوشید، خواب می کنید، همه چیز را به خاطر الله متعال انجام می دهید. و این یک عمل خارق العاده است که تنها اولیا و انبیا علیه السلام دیگر کسی به آن دست یافته نمی توانند. بعد ابراهیم علیه السلام رفتن و هاجره از غذا و آبی که امرا داشت استفاده کرد. ولی بعد از مدت کوتاه غذایشان به اتمام رسید. هاجره علیه السلام اسماعیل علیه السلام را شیر می داد و شیر ایشان نیز خشک شد، به خاطر که غذا و چیزی که امرا داشت خلاص شد و خودش گرسنه شد. و حالا اسماعیل علیه السلام شروع به گریه کردن نمود، به خاطر که گرسنه بود. و هاجره علیه السلام از این حالت پسر احساس درد و غمگینی می کرد. بناهن پسر را رها کرد و به طرف کوه بلند حرکت کرد که حالا به نام صفا مشهور است. به سر کوه صفا بلند شد تا کسی را پیدا کند به خاطر کمک کردن. به طرف چپ و راست نگاه کرد ولی کسی را ندید. پس دوباره به سرعت طرف اسماعیل علیه السلام دوید تا به ایشان ضرر نرسد و باز به طرف کوه دیگر بلند شد که فعلا به اسم مروه مسما است، تا کسی را به خاطر کمک کردن پیدا کند. و هاجره علیه السلام به طرف کوه صفا و مروه رفت و آمد می کرد به شکل دوش و این حالت را 7 بار انجام دادند. بار هفتم وقتی به بلندی رسید، او صدایی را شنید و او دوباره دور خورد تا ببیند که این صدا از کجا می آید و با چیز تعجب آور برخورد کرد. او دید که صدا از نزدیک پای اسماعیل علیه السلام می آید. جبرائیل علیه السلام چای زمزم را می کند و آب از زیر پای اسماعیل علیه السلام بیرون می شد. هاجره با خوشحالی تمام به طرف چشمه آب دوید، به خاطر که دشت خشک بود. او یک بند کوچک از ریگ را در مقابل آب ایجاد کرد که آب ذخیره شود و حرکت نکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی در این قسمت از داستان رسیدند، ایشان فرمودند: الله متعال رحم کند بالای مادر اسماعیل. اگر آب زمزم را رها می کرد مثل دریا روان می شد، مگر بنا به سد و یا دیواری که هاجره علیه السلام ایجاد کرد آب از رفتن و یا جاری شدن باز شد. حالا شما در مورد هاجره علیه السلام برای چند لحظه فکر کنید که ایشان چه احساس داشتند وقتی بالا و پایین دوش می کردند. شاید قلبش شکسته بود، شاید ایشان گریه می کردند به خاطر درد که احساس می کردند و می دیدند پسرش در حالت بد در مقابل آفتاب سوزان قرار دارد و شاید از گرسنگی و تشنگی بمیرد. هاجره علیه السلام خانم ایماندار بود و با عقیده توحید و الله متعال او را مورد آزمایش قرار می داد و الله متعال از او چیزی را در مورد آینده پنهان کرده بود. او نمی دانست در آن وقت با احساسات مادری باید احساس درد و رنج می کرد. می دید که پسرش گریه دارد. او در بیابان خشک قرار داشت، به طرف کوه بالا و پایین می دوید. حالا شما تصور کنید که هاجره علیه السلام در وقت حج بیاید و چانس این را پیدا کند که ببیند که تمام مسلمانان از سراسر جهان کاری را انجام می دهند که وی انجام داده بود.
رسول الله صلی الله علیه و سلم وقت داستان بالا و پایین رفتن هاجره علیه السلام را قصه می کرد، گفتند به خاطر امین است که ما سعی بین صفا و مروه را انجام می دهیم. یعنی تمام مسلمانان جهان نقش قدمهای هاجره علیه السلام را تعقیب می کنند. ما در صفا و مروه بالا و پایین می رویم به خاطر که قدمهای مادرمان هاجره علیه السلام را تعقیب کنیم. اگر هاجره علیه السلام می دانست که یک وقت می آید که تمام مردم از گوشه و کنار دنیا با هم جمع می شوند و قدمهای او را تعقیب می کنند، میلیون ها نفر کاری را انجام می دهند که او انجام داده است، شاید صدها بار طرف صفا و مروه با لب پر از خنده می دوید. بناهن برادران و خواهران، شما مانند مسلمان و عقیده‌مند وقتی در این راه قدم میزنید شاید افکار و نظریات مختلف داشته باشید، مگر شما نمیدانید که در بخش دیگر برای شما چی آماده شده است؟ شما نمیدانید که الله متعال برای شما در آینده چی را پنهان کرده است؟ این یک تحفه است که الله متعال هاجره علیه السلام را در دنیا نصیب کرد. حالا شما فکر کنید که الله متعال برای او در آخرت چی خواهد داد؟ بناهن وقت ما در دشواری ها قرار می گیریم و یا الله متعال ما را در شرایط دشوار و طاقت فرسا قرار می دهد، باید ما این را به خاطر بسپاریم که هاجره علیه السلام این دشواری ها را سپری کرد و الله متعال برایش بهترین چیزها را مهیا ساخت. الله متعال چیزهایی را از او در مورد آینده پنهان ساخت. موسی علیه السلام وقتی او همراه فامیل خود بود، وقتی که در دشت را گم کرد، شب بسیار سرد بود و موسی علیه السلام راه خود را گم کرد و نمیدانست به کدام مسیر حرکت کند. او نمیدانست که به کدام مسیر برود تا راه مصر را پیدا کند. او روشنی را دید، فکر کرد که آتش است. به خانمش گفت که من می روم تا از آن آتش بیارم تا خود را گرم کنیم و را پیدا کنیم. او می خواست روشنی پیدا کند و می خواست آتش به خاطر گرم کردن در آن شب سرد پیدا کند و فکر کرد که چون روشنی است شاید مردمان گرد هم جمع شده باشند و را از آنها پرسان کند. این تمام چیزهایی بود که موسی علیه السلام میخواست: روشنی به خاطر تاریکی و آتش به خاطر گرم کردن و راهنمایی به طرف مصر. مگر الله متعال چیزهای بهتری را برایش پنهان کرده بود. الله متعال داستان را در قرآن بیان کرده است و می فرماید: وقتی موسی علیه السلام به طرف روشنی رفت، الله متعال را ملاقات کرد. الله متعال همراه موسی علیه السلام صحبت کرد. وقتی موسی علیه السلام برگشت، با خود روشنی برای بشریت و هدایت از جانب الله متعال آورد. نه تنها راهنمایی به طرف مصر را آورد، بلکه راه و مسیر به طرف جنت را آورد. او به طرف روشنایی رفت و پیام فرستاده شدنش را دریافت کرد. موسی علیه السلام در دشت سرگردان شده بود. وقتی به آن طرف روشنایی حرکت کرد، الله متعال فرمود: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة
موسی علیه السلام چیز را میخواست ولی الله متعال چیزهای بهتری را برایش داد. صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم اوقات و حالت دشوار و مشکلات فراوان را متحمل شدند ولی الله متعال در مقابل آن مقام ایشان را بلند برد و برایشان در جنت جایگاه عظیم مهیا ساخت. پس ما و شما هم باید فکر کنیم و وقت دچار مشکلات می شویم به این داستانها دقت کنیم.